سلام بیننده های عزیز. هرگاه به بررسی موجودات میپردازیم به این نتیجه میرسیم که ذات پشت پرده با پلانگذاری های اسباب حکم میراند و صاحب قدرت بی‌پایانه است. خرد بزرگ، تنگ و وسیع، مایع و جامد و سایر تفاوت های از این قبیل به درگاه او به مثابه هیچ است. اما خداوند که احسان و کرمش بی‌پایان است، تفاوت های از قبیل ثروتمند و فقیر، یتیم و غریب را در بین بندگانش به نمایش در میآورد. اشخاصی که ارادهشان را به نحو شایسته آن استفاده میکنند، به هر وضعیت که قرار داشته باشند رفتارهای را به نمایش میگذارند که رحمت الهی را در خود جذب میکند. اگر ثروتمند باشند به نیازمندان دستیاری دراز میکنند و با این کار رحمت خداوند را به جوش و خروش میآورند. اگر فقیر باشند اشخاص فقیر را یاری میکنند و با این کار رحمت را همچون آبشارها به طغیان در میآورند و حال شما را با نسیم ملایم برخاسته از رحمت روبرو میسازیم. بفرما زینب دختریم. مادرم پیسه نان دیروزم روان کرد. دختریم از شما کی پیسه خواسته؟ ایره دجه بید بان. اما بی پیسه گرفتن نمیتونم. حالا دیگه قار من نیار. یتیم است، مادرش هم مریض است. میگن که دمای رمضان کمک شدن به یتیم، صغیر ثواب بسیار داره نه؟ بله، اما تو راست میگین. حالا دیگه دختریم به مادرت بگو کاکا نجات قبول نکرد. دختریم بگی پیسه را. میبینی باز غرورم دارم. 2 دانه نان بده. بیبی جانم، یازنیت برام توفه سالگرد خریده. مقبول است. اصلا خب من سیت خواسته بودم، اما به خیال می وقتا کارای شقه خوب نیست. ما هم بار دوشتان شدیم، میبخشی. این مریضی مرا بیخی از پای مانده، سر کارم رفته نمیتونم. آل خوی گپارا بان گشنخ نمیمانمتان. امرای پیسه پیش دفتر برو. اتوری از جای خراب طبعا که خانک میخوری. رایلا تا وقتش گپای پدر ما گوش نکدی و امرای خدا بیامرز به پیسه ازدواج کدی. حال به هر کس محتاج استی. خوش آمدین خاله جان. بیا یک ماچت کنم قندم. مشکوار بوی میته به خدا. چطور هستین مادر جان؟ خوب هستم دخترم، تو نگران نباش. من دیگه برم قندم، بسیار خسته هستم. این سودایی که خریدیم باید به خانه برسانم. زنده باشی، به خاطر ما هم به زحمت شدی. چیزی نیست جانم، کنم کتل از دیگه برای یازنی تو فولاد خریدیم. مام تا دانه دروازه همراهتان میرم. رایلا خدا حافظ. خداحافظ خاله جان. زینب لباسی رو که خوش کرده بودیم یادت هست؟ اما لباس سفید چقدر مقبول بود. بله مادرم گفته که دایید برام میخره. خب چقدر طالمند هستی. بهار بیا دختره، بیا برام کمک کن.
خود درست است مادر میایم. باز میبینیم زینب. خود درست است. خیریت باشه دخترم. چرا نمیخوری؟ کدام چیزی شده؟ مادر نجات کاکا امروز هم پیسا نمیگرفت. دیگه از اونجا نان نمیگیره مادر. چرا دخترم؟ او هم میخواه یک قسمی به ما کمک کنه. هر دفعه ای را یاد میکنه که اینا محتاج هستن. بچه‌م یتیم هستن. هر روز میشرمم. فقط که ما گداییگر هستیم. این چه قسم گپ است که تو میگی دخترم؟ خدا کسی را محتاج نسازه. خوش آمدین آیشه خاله. خوش باشی دخترم. دختر گلم. بیا. تو بودی آیشه جان. خوش آمدی. خوش باشی راهله جان. گفتم شاید بویش اینجا رسیده باشه، به شما ما بردم. زنده باشی خواهر. اما مثل دستپخت تو واره نشده راهله. خواهش میکنم. دیدی فراموش کردم. زینب جان برو به بهار بگو که همون حلوای سرداش برات بته. هلا جانه. نخواستم به پیش زینب برات بتون. بگی این فطریه ماست. خدا ازت راضی باشه آیشه. چی میکنی راهله جان؟ سعی با زینب جگرخون خواهد شد. من از خاطر او گریه میکنم. ده سن سال کمش کوله باری از درد و رنج شده. بجز از مادر مریضش دیگه کسی رو نداره. اگه من از این دنیا برم چی خود کرد؟ تک و تنها چطور زندگی خود کرد؟ هر لحظه که میبینم به یادم میایه. هر لحظه که فکر میکنم دلم او میشه. کی از مراقبت خود کرد؟ کی؟ پناه بی پناه ها، کسی بی کسا، خداونده که صاحب قدرت بی پایان است. کدام یتیم، کدام صغیر تنها گذاشته ها؟ دست شفقت او از سر کدامش برداشته شده؟ نمیفهم این مسئله رفتن و مردن از کجا شنیدی، اما اینا را دیگه یاد نکو. ما هستیم، بیشتر از ما خداوند است. آرام باش جانم، آرام باش، گریه نکن. رئیس شهرداری ما جناب واصفی یلدوز و مناسبت ماه مبارک رمضان برای مستمندان کمک غذایی توزیع می کند. ماه رمضان بر همه تان مبارک باد. رئیس شهرداری ما واصفی یلدوز امروز به منطقه آمده است. این سرک باید قیل شود بچه‌شم رئیس صاحب. درست است. هم یال شروع کنین. این دیوارم فراموش نکنین. باید رنگ شود. فهمیدم. ببینین چی حال است. بله. رئیس صاحب میخوایم یک عکسونه بگیرم، اجازه است؟ این کمک‌هایتان با کمپاین انتخابات کدام ارتباطی داره؟ انتخابات چی خواهد؟ شهرداری ما همیشه از مستمندان دستگیری کرده. طبعا که به مناسبت ماه مبارک رمضان به تمام فقرا و نیازمندا کمک میکنیم. فقرا و نیازمندا را به کسی محتاج نمیسازه. تشکر. بچه‌ها چک کنین، چک کنین. سلامت باشید. خب قریه دار با آدرس بعدی بریم. از این طرف رئیس صاحب. پیشو که بریم. با من سعی کن. همین جایی که میریم زیاد مونده یا کم؟ کم مونده رئیس صاحب. بخیز مادر جان. هلا. بگیرین مادر جان، این شاید فایده کنه. زنده باشی دخترکم. مادر از بیرون صدا میآید. رئیس شهرداری ما جناب واصفی یلدوز به مناسبت ماه مبارک رمضان به مستمندان کمک غذایی توزیع می کنند. خیریت باشه انشالله. از آمدن ما خود خبر ندارن. نه خیر، فکر نمی‌کنم کسی خبر داشته باشه. اما دیگه چی است؟ چیز رئیس صاحب، خانه که کمک میکنیم اینجاست. بفرمایید. اینجاست؟ خیلی بره. رئیس صاحب یک قطعه دیگه. روز شما بخیر. چطور هستین؟ زنده باشین. خوش آمدین.
رئیس صاحب، خدا بیامرز شوهرش فوت کردن. به هزار مشکل گذاره میکنن. دستای شما امروز شکمشان سیر میشه. خود دخترک یتیم ما بله رئیس صاحب. نامت چیست؟ نامش زینب است محترم. شرم نکن زینب، چیزی برای شرم کردن نیست. از این بعد به یتیما و ضعیفا مثل تو بر همیشه کمک خواهد شد. این اشکای ضعیف نیست؟ خب اشکای تا پاکو، بیا دخترم با هم عکس بگیره. بیبی فردا در روزنامه ها چاپ میشه. ما فقرای خدا این قسم حمایه میکنیم. یکی دیگه هم گرفتم. ببینید دوستان، اینا وطنهای فقیر، بیکز و محتاج ما هستن. اما ما چی میکنیم؟ ما اونا را به این حالت درماندگی تنها میمانه؟ نه، بلکه حمایتشان میکنیم، ازشان مراقبت میکنیم و همیشه در پهلویشان هستیم. بگیریم، شکمتان را سیر کنیم. حالا رئیس صاحب، دیگه جای هم هست که باید بریم. اگه میگین یکم عجله کنیم. بله، بفرمایید که بریم. بفرمایید. خدا حافظ. بفرمایید. دیدی که چطور مشهور شدی زینب؟ حالا دیگه به هر کسی تیم میتی. زینب زینب دخترم کجا میری؟ بفرما خواهم. تشکر بیادر. خداحافظ خواهم. زینب چی شده دختره؟ گله خاله گریان کردن به تو هیچ نمیزیبه. کی تو را جگرخون ساخته؟ بس از دیگه جانم ها؟ گوش کو برای چی میگم؟ برای بهار ایدی میگیرم. از یک لباس سفید خوشش آمده بود. تو هم همراه ما بیا. بیا از او قد و اندامتان یک چیز است. لجای تو باز میبینمش. چی میگی قنده؟ خوب است. خیلی بریم. ماشاءالله ماشاءالله، این لباس به تو چقدر میزیبه. بهار بخیر کنیش کنم. زینب گوش کن من چی میگم. این لباس از تو باشه؟ گل بار مقبول شدی به خدا. اما نمیشه آیشه خاله. میشه؟ چرا نشه؟ اما این خوب به بهار میگرفتی. بابام میگیرم جانم. من آزردن اساس دیگه. به تو خوب معلوم میشه. این از طرف من برای تو تحفه ایدی باشه. بسیار تشکر آیشه خاله. جانم. بسیار مقبول شدی. بسیار. ماشاءالله. حالا بودو دیگه تا مادرتون ببینه. گل باری شدی. حالا. تشکر آیشه برو جانم. خاله. مادر سگو که آیشه خاله به من چی گرفته؟ بیداشو مادر. یک سگ خوکو زود شو. اما لباسی که همیشه میخواستم. مادر تو رو چی شده؟ مادر جان مادر جان لطفا نمون، لطفا نرو، مرا تنها نمون. مادر جان لطفا بیدار شو. مادر چی میشه نمون. مادر تشناب داخل دالیز است درست است؟ اما فراموش نگو که سلفون کش کنی. فهمیدی؟ اینجا اتاق توست. من مادر دومت حساب میشم. شرم کردن بان الا دیگه. مادر او برای همیشه اینجا میمانه؟
خیده کجا شو بچه؟ اول بی پدر بود، آل مادرشم از دست داد. در بیرون پرتمش. اوف، بهترین روجایی ما برش دادی. نه خیلی تو خو کنم. بچه وقتی که ششتمش باز استفاده کو، فقط که میخوره. من دیگه دو روجایی خو نمیکنم، دلم بد میشه. خو سعیز، به تو دیگه میگیرم. اوف، این چی حال است که سرم آوردین؟ خدایا تو کمکم کن. بولاد، زود شو بچه، منو سیار نشدی؟ اوف، ایره بسته کردن نتونستم. چی مجبوریت دارم که ایره بسته کنم؟ بیا اینجا. اگه میخوایی تو روز تولدت بگیری مجبور هستی اینک تو ایره بسته کنی. قسمه که وعده داده بودی کامپیوتر میخرینه، اگر نه نمیایم. خو کامپیوترم میگیرم. زینب تو هنوز تیار نشدی؟ امروز روز تولدم است، او چرا میایه؟ خیر است، وام در گوشه میشینه. من نمیخوایم او بیایم، اونجا یک عالم رفیقای میایه، پیش اونا کم میایم. مادر جان کجا هستی؟ نمیخوایم اینجا باشم مادر جان. لطفا پس بیا. Yetim kızı kendine evlat sayan Muhammed. Ben de yetim bir kızım. Yavrum kabul et. Gül sevgin yeter bana. Ey sevgili Resulüm. Öyle muhtacım sana. Ne verirsen kabul. Yetim kızı kendine evlat sayan Muhammed. Ben de yetim bir kızım. Beni yavrum kabul et. Gül sevgin yeter bana. Ey sevgili Resulüm. Öyle muhtacım sana. Ne verirsen kabul. Yetim kızı. آمدم. خوش آمدین آیشه خاله، بفرمایین. خوش باشین زینب دختره. میخواستم تو رو به افطار دعوت کنم، در خانه نبودی. ها نجیب خان آمده بود. تو را که نیافت با زیر برمه داد. به آقا نجیبم گفتم که دیگه ضرور نیست. دفعه دیگه که آمد ایره برش پس بده آیشه خاله. چرا دختره؟ اینقدر سال هر ماه برات روان میکنن، خود نمایی خونه میکنن. مشم چرا آزرده شدی؟ آزرده نشدم، خدا ازش راضی باشه. وقتی که خالیم با آمدن عروسش من از خانه کشید، اولین کسی که دست کمک درست کرد آقا نجیب بود. اما حال روزگارم بد نیست، گذاره کدا میتونم. خدا را شکر به خانه مادرم برگشتم، زندگی خود جور کردم. حتی به خاطر ایتیال برای آینده ما مقداری پسنداز میکنم. حال دیگه نمیگیرم، لطفا بسیار به خوبی برش پس بدی. خودت میفهمی دختره.
اما تو به خاطر عزت نفست اگه این پیسه را نمیگیری نگی. خداوند یتیما را حمایت میکنه دختره. از اونجا اگه نشه حتما از یک جای دیگه برات میرسانه. حتما. ای وای، بازم سرش استاد نشده دیدی؟ یک سیت اجاق بگی ای تو خونه میشه. باز میگی که ضرورت ندارم بیبی؟ برای اجاق پیسه نگاه کرده بودم آیشه خاله. فردا حتما میگیرم. دیدی؟ گفتم که حالا به چیزی ضرورت ندارم. اینجا جای ماست. اینجا با اجازه کی آمده جا؟ شما چی میکنی؟ اعلاش کنی؟ میخواین دستمالای ما زور بگیرن خاله جان. زود از اینجا بریم، زود. دست زخم شده. خانه تان در کجاست؟ اونجا. یه طوره به خانه تان ببرم. زخمت باید خوب پاک شود. از اینا پیسه پیدا کرده میتونی؟ او قدرم نه. خواهرم مصرف افتارا پیدا میکنه و مام سهری را. پدرت چی میکنه؟ پدرم ما را علاقه داره. گرچه مادرم میگه او پس میه، اما خواهرم شنیده که امروی کسی دیگر روسی کده. بیاز دیگه نمیخوایم بیایه. ما را همیشه لطکوب میکرد. مادرم او مایب ساخت. دیگه نمیخوایمش. مادرت چی مشکل داره؟ گشته نمیتونه. از او خاطر برش کارم نمیتن. بیاز اگه او کار کده میتونست ما را به کار روان نمیکرد. خانه ما اینجاست. از اینکه دستمالای موضوع بچه ها گرفتی تشکر خاله. یا مستو باشه. ما آمدم مادر. آمدی بچه؟ خوش آمدی. آمدم مادر. بی مادر. دستت چی شده؟ افتیدم. صبر کن دستتا پاکش کنم بچه. زیاد درد میکنه بچه؟ جانم. او قدر درد نکرد مادر. تو جگرخون نشو. دلم برشان بسیار سوخت آیشه خاله. اگه یک دفعه میدیدیشان روز حالشان بسیار بد بود. با دیدنشان به حال خود بسیار شکر کشیدم. خدا نگهبانشان باشه دختره. به حرمت این ماه مبارک رمضان کدام خیرخواه پیدا خواهد شد. آیشه خاله من میخواییم با اونا زکات بتون. زکات؟ زکات کدام مالت میخوای بیتی؟ راستش طلاهای مادر من هنوز نگاه کردم. در ماه رمضان هستیم. فکر میکنم باید زکاتشو بتون. همه طور نیست. زیاد که شبه یکی دوتا دستبند دست دیگه دخترم. اونارم که باید نگاه کنی تا در روز بعد به کار خودت بیایه. تو هم که یتیم هستی، صغیر هستی دخترم. پس به تو زکات فرض نیست. در دلم همیشه یک عقده مونده آیشه خاله. تا امروز هر کس با من دست کمک دراز کرده. ولی حالا میخوایم کمک کننده خودم باشم. دختره که مقبوله. هیجانت میفهمم، اما زکات دادن حساب داره. باید مال و ملک داشته باشی و بر علاوه نیازمندیات باید پسنداز داشته باشی. یعنی که باید یک ذره ثروتمند باشی. با وجود اینقدر ضروریاتی که داری. خیر است. من میتونم خدا اداره کنم. کافیست بگویی که از طلاها چه مقدارش باید داده شود و چه قسم حساب میشه. خب درست است دختره. شوهر من یک زرگر میشناسه که بسیار آدم خوب است. به او میگم حساب کنم. سلامت باشین. از اینکه ما میتونم و دیگران کمک کنم خدا را شکرگزار هستم. قند خاله. ایرا میگیرم.
پیسه چه قمیشه؟ کلش 3 لیره میشه. اگه اینا را بگیرم 35 لیره میشه. بله. 10 20 30 35 بفرمایید. خدا برکت بده. براتون کمک کنم؟ تشکر. خداحافظ. خدا ازت راضی باشه خواهر. اگه انسان‌های با ایمان و خیر دوستی مثل شما نمی بود، نمی‌فهم اونا رو با چی سر میکدم. با این حال مادری را خوبان مثل یک بار اضافی سرشان شده. لطفاً گریه نکنین. لطفاً. ما یتیم کلان شدیم. از حالشون با خبر هستم. شاید برشان آب و نان دادن نتانستیم، اما با دعا و محبتتون همیشه اونا را حمایت میکنین. لطفاً اشکایتون رو پاک کنین. خدا ازتان راضی باشه. سلامت باشه. بابا جان عیدتون مبارک. بابا جان عیدتون مبارک. بابا جان عیدتون مبارک. بیاین بچه ها بیاین. عید شما مبارک باشه. عید شما مبارک باشه. عید شما مبارک باشه. آفرین بچه ها. عیدتون مبارک آیشه خاله. تشکر جانم. زنده باشی. اگه جاسم کاکا و بهار در خانه باشن همراه اونا عید مبارکی کنم. اونا به قبرستان رفتن دخترم. اما ددوان دروازه دیگه نمیشه دخترم. بیا داخل بیا. خیمه شام میایم. میفهمین در این روزا هر کس که مرا میبینه کوشش میکنه چیزی برام بده. در پیشوریشان نگفتن نمیتونم. از او خاطر بهتر است که شام بیایم. خود دختره خودت میفهمی. عید خوب برات میخوایم. و شما هم همچنان آیشه خاله. خداحافظ قندم. که سر کار داشتین کاکا؟ بله دخترم. تو دختر خدا بیامرز راحله هستی نه؟ بله مستم، اما شما را نشناختم. من شهاب هستم. مامای کلان مادرت. و یاد نداری یک بار در سال روز تولدت مرا دیدی و یک بارم حاله چقدر کلان شدی. خدا غریق رحمتش کنه. کاملا به او رفتی. خوش آمدین. داخل بفرمایین. نه دخترم داخل نمیرم. استانبول آمده بودم. گفتم موال تو رو بگیرم. خوب درست است. عیدتان مبارک باشه. از کل ما مبارک باشه دخترم. زنده باشی. نمیشه. لطفا نکنین. امروز عید است دخترم. ماماها که با خواهرزاده هاشان نیت خرچی نتخی چی کنه؟ این پیرمرد آزردن اساس. بگی. خب دخترم عید خوش برات میخوایم. و شما همچنان. خداحافظ. شهاب ماما. اما شهاب ماما خوب مرده بود. اوه خدا. حال یادم آمد خالم سر جنازش رفته بود. خی این پیرمرد دیگه کی بود؟ این به اندازه امو پیسی است که برای یتیم و خرجی خریده بودم.
در دلم همیشه یک عقده مانده آیشه خاله. تا امروز هر کس با من دست کمک دراز کرده، ولی حالا میخوایم کمک کننده خودم باشم. کلش 30 لیره میشه. اگه این آرام بگیرم 35 لیره میشه. اما تو به خاطر عزت نفست اگه این پیسه را نمیگیری نگی. خداوند یتیما را حمایت میکنه دخترم. از اونجا اگه نشه حتما از یک جای دیگه برات میرسانه. حتما. خداوندو هیچ یتیمی بی صاحب نیست. کافیست که محبت تو در دل ما باشه. بله بیننده های عزیز، تمام نیکی هایی که به هدف کسب رضای خداوند انجام می شود برای صاحبش به براق مبدل گشته و او را به آسمان های انسانیت بلند می کند و چشم ها روشنی می بخشد، قلب ها را به جوش می آورد و عقل ها را به اندازه به حیرت وامی دارد. بله بیننده های عزیز، باز هم به پایان یکی از برنامه های دنیای اسرار رسیدیم. اتفاقات اسرارآمیزی که در زندگی تان رخ می‌دهد با ما در میان بگذارید، زیرا این اتفاقات اسرارآمیز افق دید ما را نسبت به زندگی وسعت می‌بخشد.